چرا دیگه رابطمون مثل روزای اول نیست؟ چون اصلا قرار نیست مثل روزای اول باشیم. روزای اول روزای هیجان دوپامینیه، یواش یواش همون تبدیل میشه به یک صمیمیت عمیق لابلای صحنه‌های حقیقی زندگی. چرا همش بحث و دعوامون میشه؟ چون روزای اول نیمکره راست فعاله، احساسی هستیم، ویژگی مثبت همو میبینیم، میبخشیم، اما بعدا یواش یواش نیمکره چپ فعال میشه، منطقی میشیم، ویژگی منفی همدیگر رو میبینیم، میخوایم همه چی رو درست بکنیم، اصلا هم نمیبخشیم. ولی من نمیخوام رابطمو از دست بدم. تئوری انتخاب گلسری میگه ساختن هم یک انتخابه، خراب کردن هم یک انتخابه. حالا چرا من انتخاب میکنم که تموم بکنم، خراب کنم؟ چون مهارت ساختن بلد نیستم، چاره ای ندارم، خسته شدم. چارم اینه که این آدمی رو که یک روزی با همه وجود عاشقش بودم با یه دل شکسته و زخمی رهاش کنم. یادمون باشه هنر عاشق در نگه